سلام دوستان عزیز، میخوایم امروز تست سنگ‌های قیمتی رو براتون انجام بدیم. پس سنگ‌های رافائل، کوارتز و سنگ‌های قیمتی دیگه با قیمت‌های بسیار زیاد. خب دوستان عزیز، این سنگ رو که میبینید خوب تماشا کنید، نگاه کنید. تو معدن اصلا پاک هم نشده به این شکل. این سنگ براق، نگاه کنید، سنگ براق مشاهده کنید. خب میام سراغ این، نگاه کنید چه بلورای خوشگیری زده. سنگ که پاک نشده. و این نگاه کنید، گوهر سنگ تراش نخورده. و نگاه کنید چقدر خوشگله این سنگ. و اینم آخرین سنگ دوستان عزیز. سنگ‌های دیگه هم داریم. خب دوستان، دوباره این سنگ شفاف و شیشه‌ایه. این کوارت دوباره از همین خانواده است. دوباره این هم یک کوارت دیگه، این هم یکی دیگه. خب دوستان، اینو میخوایم بهتون نشون نگاه کنید. توجه کنید، ببینید معدنی قشنگ، شکل قشنگی داره. این هم جز اینه حساب میشه. خب میان رو اینو توجه کنید. این هم میشه این. و این سنگ برای درست کردن انواع گوشواره ها و استفاده میشه. خب دوستان، این هم دوباره از همین سنگه. و این تیکه خیلی قشنگ، نگاه کنید چه شکلی داره. و این دوستان، این هم شکل خوبیه. و این خب دوستان، این هم باز تیکه از خودشونه. تیکه های دیگه اینا. دوستان میخوام یه چیزی نشونتون بدم. این سنگ نگاه کنید داخلش چیه. نگاه کنید. سنگ این خوشگیری رو کی دیده؟ اصلا نگاه کنید چیزی بالا، این دست که میذاری بالا.